که فرضی برای ما خونده نمیتونیم. برای همه شهرنده فرضی که ما مسلمان نماز رو در وطن ما خونده نمیتونیم. ما گناهکاریم مگر ما برای زندانی میکنیم. لیشو را میترشن. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرامو درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز ما همین سر تماشا کردیم. درخت نوک این که چی نشانه دارد؟ این روز جوانای تاجیک ما باوری دارن که همه بیدار شده که همه همه باوری دارن که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم ما میگیریم این موالی را میگیریم موالی برای دفت شو در کار نیستی این قدر جوانت نظر که ما نه پدر دیدیم نه میری مادر دیدیم نه میری فرزند دیدیم همه غریبیم در اینجا خاموشه مولده پدر ما دیدم حالا من نه ساش مهاجرم نه ساش ما 16 سالگی مهاجرم در همینجا من پدر ما ندیدم مادر ما ندیدم زن ندارم تو 25 ساله شدم من زن ندارم اینو چی زن ندارم بلم من میترسم که فقط زنگیر با دو مفت من در مسکرم زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من فیلم فرزندی که شیرین است باید دست گریپتی باید دهن آسانه است که 2 میلیون مهاجر داره 8 میلیون اهالی داره نه تاجیکستان فقط مستفید زنک دختران ماند از کودک ها دیگر همه جوانا در همینجا هستن خیتایی های میز آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانان شهرنده تاجیکستان جای کاری افتن نمیتونن برای چی بیزنس میدای سوداگری تاجیک میلیاردر تاجیک در تاجیکستان کار کردن نمیتونن تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن برای چی همسایه که شهرنامه بسته نمیتونن رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا با الله قسم تو یکم کارت پیش نمیره واقعی ازبکستان را همون محکم کنه که تجارت با روسیه با دیگه دولت ها فروخته نمیتونیم گاز هم محکم کنه است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان این کثافت ایسار آمد تمام زمین قاق شد امام علیه ایسار آمد